راشد خان یا محمد نبی؟ خواردهشان افتخار افغانستان هستند و اگر دستاوردهایشان ببینیم هر دویشان بسیار زیاد دستاوردها دارند. شما با تیم ملی بیشتر نزدیک هستید. در میان آنها در فضای رفیقانه کی بسیار شوخ است؟ فضل حق فاروقی. کرکت افغانستان امروز بیشتر به چی نیاز دارد؟ استعداد یا مدیریت قوی؟ یک تیم بین المللی را به کابل دعوت کنیم و ما اینجا به میزبانی تیم ملی ما به میزبانی کرکت بورد افغانستان با اونا در کابل بازی داشته باشیم. اگر امروز یک تغییر فوری بتوانید بیارین چی خواهد بود؟ ما کارهای میدان بین المللی کابل را آغاز میکنیم در ناحیه 16 کابل. کرکت تا چه اندازه توانست افغانستان را متحد بسازد؟ در حدود 15 الی 18 میدان داریم در تمامی ولایت. آیا انتقاد رسانه ها بیشتر کمک میکند یا فشار ایجاد میکند؟ از یک نفر شنیده باشه چی راست باشه چی دروغ باشه او را در سوشال میدیا پخش میکنه، پست میکنه. راز، جایی برای ناگفته ها. این برنامه با حمایت شرکت اماراتی اسپینزر برای شما تقدیم می شود. گاهی کسانی که در میدان دیده می شوند قهرمانانند، اما کسانی هم پشت صحنه حضور دارند که دستاوردها و قهرمانی های این قهرمانان را تا به ما می رسانند. سلام و درود به شما بینندگان عزیز، شبتان بخیر. امید دارم که در صحت و آرامش کامل باشند. من امید شیرزه هستم و شما راز را تماشا می کنید. جایی که ما تلاش می کنیم انسانها را فراتر از عنوانها و مسئولیت‌هایشان بشناسیم. امشب میزبان شخصی هستیم که صدایشان صدای رسمی کرکت افغانستان است. شخصی که در لحظات پیروزی، شکست، امید و انتظار همواره نماینده یک ملت در برابر رسانه‌های ملی و بین المللی بوده است. بله بیننده‌های عزیز، مهمان امشب ما آقای سید نسیم سادات است و امشب تجربه های ارزشمند زندگی خود را با ما و شما به اشتراک خواهند گذاشت. آقای سادات، خیلی خوش آمدین به برنامه راز. حضور شما برای ما باعث افتخار بزرگ است. بسیار تشکر که مرا در برنامه زیبایتان دعوت کردین. من هم شما را و همکاران تکنیکی شما و بیننده های برنامه زیبایتان سلام و درود میفرستم. تشکر، سلامت باشین. آقای سادات، در برنامه راز معمولا شما باید تجربه ها و اندوخته های مسیر زندگیتان را با ما و بیننده های ما به اشتراک بگذارین و ممکن است با سوالات روبرو شوین که هنوز از شما شاید کسی نپرسیده باشد و ما امیدوار هستم که هیچ چیزی را امشب پیش خودتان برای پنهان کردن حفظ نکنید. بیاین برنامه را با یک سوال کاملا متفاوت آغاز کنیم. جناب سادات صاحب، مردم امروز شما را به عنوان سخنگو میشناسند، البته سخنگوی کرکت بورد افغانستان. اما اگر تمام عنوانها را امروز کنار بگذاریم، سید نسیم سادات واقعا کی است؟ سید نسیم سادات خودم یکی از جوان زحمتکش که بعد از سالها زحمت، تحصیل و تعلیم توانستم تا این جای خود برسانم. این سفری کار هیچ وقت آسان نبود. ما اگر شروع زندگی خود صحبت کنم، در دیار مهاجرت زندگی را آغاز کردم. در وقت طفل بودم. باز خوشبختانه زودتر توانستیم پس کشور عزیز خود بیاییم و در سالهای اول در ولایتی که ما از اونجا ارتباط داریم، از ننگرهار هستم، همیشه بهار. صنف 12 را در ننگرهار درس خواندم، از اونجا فراغت به دست آوردم. بعد از او در پوهنتون دولتی ننگرهار لیسانس اول خود به دست آوردم. بعد از او یک چند سال بعد به مارکت کلان افغانستان، باید بگویم مارکت به لحاظ تحصیل و تعلیم و وظیفه گفتم، پایتخت افغانستان کابل کوچ آوردیم. در اینجا هم وظیفه میکردم، هم خواستم تعلیم خود ادامه بدهم. اینجا لیسانس دوم در بخش اقتصاد در یک پوهنتون خصوصی و بعداً فعلا البته باید بگویم هرچند ما وظیفه رسمی دارم ولی فعلا ما محصل MBA هستم. در پالوی وظیفه تحصیل میکنم و میخوایم که تا آخر زندگی تا که ما توانایی داشته باشم ما باید تحصیل خود پیش ببرم. یعنی هدف ما
از همین شناختم بود که هیچ وقت آسان نیست. ما از روز اول هدف داشتم، زحمت کشیدم، تحصیل کردم و فعلا هم واصل هستم و تا اینجا خود رساندم. بسیار خوب. شما در ننگرهار چشم به جهان گشودید. بله. چند سال هستین آقای سادات؟ 36 ساله. بسیار خوب، بسیار خوب. اولین لحظه ای که احساس کردین مسئولیت بزرگ در قبال ورزش یا جامعه افغانستان دارین چی زمانی بود؟ بله، ما در تقریبا 3 سال پیش ما در ولایت مزار وظیفه داشتم و از طریق jobs.f دیدم که وظیفه سخنگوی کرکت بورد اعلام شده بود. یک اندیوال ما برام گفت که میتونی اپلای کنی، به خاطر که ما قبل از اون ما علاقه داشتم و یگان وقت در رادیو و تلویزیون میرفتم، در سر کرکت تبصره میکردم و خودم بازیکن تنیس بال بودم. بازارچند ما این باور نمی داشتم سر خودم و کانفیدنس که میگه، ولی دوستا تشویق کرد و ما بالاخره اپلای کردم و خوشبختانه در مرحله اول خوب شارت لیست شدم، در امتحان تحریری آمدم، از یک پروسه شفاف تیر شدم و بعد از امتحان تحریری امتحان تقریری و بالاخره توانستیم به حیث سخنگوی اداره کرکت بورد افغانستان وظیفه خود را آغاز کنم. بسیار خوب. شما قبلا گفتین که شما قبلا بازی تنیس میکردین. تنیس بال، بله. چی جرقه در وجود شما پیدا شد که شما روی بیاورین به بازی کرکت؟ اصلا شما میفهمین هر جوان در پالوی تعلیم و تحصیلی خود یک بازی را دوست داره، کسی فوتبال، کسی والیبال، کسی کرکت. ما از زمانی که من صنف 3 و 4 بودم از اون وقت کرکت را دوست داشتم. بسیار خوب. کرکت میکردم. باز یک وقتی که ما به مملکت خود برگشتم و دیدم که تیم ملی ما در یک لیول بسیار خوب است، در اونمو روزا دستاوردهای کلان داشتن، ما روی به تبصره آوردم و در اینمی عرصه ما توانستم که در یگان برنامه های رادیویی و تلویزیونی سر مسابقات تیم ملی تبصره کنم و بالاخره اونمو شوق و علاقه بود که این روز آمد که ما کرکت بورد رسما به حیث سخنگوی کرکت بورد کار آغاز کنم. بسیار خوب. جالب است شما قبلا گفتن قبل از اینکه امتحانات بتن به این رشته و وارد دنیای کرکت شوین شما کسب و کارهایی را هم داشتین. دقیقاً. میشه که درباره کسب و کارتون صحبت کنین؟ قبلا چی کار میکردین؟ ما بسیار زیاد وظایف داشتیم. ما در وزارت پارلمانی از اول اگر آغاز کنم، ما یک وقت نو که از صنف 12 فارغ شدم، ما انگلیسی را بسیار کم بود که من انگلیسی را یاد گرفتم. بسیار خوب. اگر براتون بگم صنف 7 بودم که در پهلوی مکتب خود توانستم انگلیسی را تدریسش آغاز کنم. بسیار خوب. صنف 7 مکتب بودم که استاد شدم، یعنی بسیار جالب. پارت تایم یا بعد از مکتب. وقت. بله. از اونمو آغاز کردم تا که از صنف 12 فارغ شدم و لیسانس هم خلاص شد. بعد از اون دیگه با وظایف مستقل توانستیم که اپلای کنم به خاطر که لیسانس شدم دیگه. بعد از اون وظایف مختلف را انجام دادم به حیث کمیونیکیشن آفیسر، به حیث ترنسلیشن اکسپرت، در یکی از مشاورت های اداره امور چند سال قبل کار کرده بودم. بعد از اون در وزارت امور پارلمانی در بخش کمیونیکیشن یا ارتباطات هم کار کردیم. در اواخر به حیث کمیونیکیشن اند ترنسلیشن اکسپرت با MSF هم کار کردیم، دکتران بدون سرحد و یک تعداد جای دیگه هم وظیفه انجام دادیم. بسیار خوب. در این قسم سن خورد باز بسیار تجربه های کاریتان هم ماشاءالله بسیار زیاد است و جالبی که شما صنف 7 مکتب بودن و زبان انگلیسی را شما تدریس میکردین. از این برای ما بگوین که انگلیسی را در کجا یاد گرفتن؟ انگلیسی را در دیار مهاجرت یاد گرفتم. در کدام کشور؟ در پاکستان. بسیار خوب، بسیار خوب. انگلیسی و کامپیوتر اردویشان و مکتب ابتدایی را اونجا خواندیم. بسیار عالی. مکتب لیسه از کجا آغاز کردین؟ در جلال آباد. در جلال آباد. فراغت ما در جلال آباد شد. بسیار خوب. بیاین یک کم از رشته تحصیلیتان بر ما صحبت کنین قبل از اینکه بریم طرف موضوعات فعلیتان. بعد از اینکه از مکتب فارغ شدین کدام رشته را انتخاب کردین؟ نخستین رشته را که شما درس خواندین و در کجا خواندین؟ بسیار سوال خوب کردین. وقتی که محصل از متعلم از مکتب فارغ میشه در اولا همون میچورتی و
ججمنت کرده نمیتونه که بسیار در تشویش می باشه که مثلا حالی من کدام رشته برم کدام رشته را بخونم. چون ما هم تجربه کافی نداشتم و در وقتی که امتحان کانکور دادم به پاهنزه تعلیم و تربیه پاهنتون ننگرهار کامیاب شدم. در اونجا رفتم رشته ساینسش خواندم 4 سال، ولی یک وقت که از اونجا فارغ شدم و علاقه خود دیدم، مارکت دیدم که در مارکت چیز زیاد نیاز است. در این وقتا دیگه من کابل آمده بودم. بعد از او آغاز کردم رشته اقتصاد را BBA را خواندم در یکی از پاهنتون‌های خصوصی کابل. بسیار خوب. او هم که خلاص شد 1-3 سال چون مسئولیت بیشتر بود نتونستم که ماستری را زودتر آغاز کنم. در میانواخر تقریبا 1.5 سال پیش باز در یکی از پاهنتون‌های خصوصی کابل MBA را آغاز کردم. چی باعث شد که ماستری را بسیار یک مدت بسیار طولانی را گذشت بعد از شما ماستری خواندن؟ والا قسمی که بیشتر گفتم مسئولیت خانوادگی، به خاطر که ما عروسی کردیم، اولادا دارم. یگان وقت مثلا شما وظیفه داشته می باشه که نمیتونی از نظر مالی تحصیل خود ادامه بدی، ولی بالاخره الحمدلله 1-2-3 سال گپ در مابینش بود، ولی بالاخره توانستم که ماستری خود را آغاز کنم و خوشبختانه حال سمستر 3 هستم. بسیار خوب، موفق باشین. بسیاری تنها موفقیت ها را میبینند، اما در پشت این جایگاه کدام دشوارترین روزی بود که شاید هیچگاه در رسانه ها گفته نشده باشه؟ بسیار یک سوال مهم است. قسمی که ما گفتم که تا یک جای رسیدن، در یک موقف وظیفه گرفتن هیچ وقت کار آسان نیست و کار آسان نبود. هر انسان در زندگی خود مشکلات را داره، چی مشکلات اقتصادی، چی فرصت ها، چی چالش ها، ولی هرچند ما از این مشکلات، ما هم در این مشکلات بودم، ولی هیچ وقت امو چیزی خود از دست ندادم و تلاش‌های خود را دوام دادم و در این عرصه ما باید یادآور شم که پدرجان ما که الحمدلله حیات از خداوند عمر بیشترشان نصیب کنه، در هر چی مشکلاتی که ما داشتیم، چی مشکلات اقتصادی بود، مشکلات مهاجرت بود، او برای ما امو زمینه تعلیم و تحصیل را مهیا کرده. بسیار خوب. شما از مشکلات اقتصادی گفتن، فعلا چطور از وضعیت اقتصادیتان؟ فعلا خوب است، مناسب فعلا است. فعلا پیسه‌دار معلوم میشن. نه خیر، در تو یک موقفم نیستم که اونجا پیسه زیاد باشه، ولی نظر به مسئولیت های ما، نظر به وظیفه ما، الحمدلله زندگی مناسب داریم. بسیار خوب، بسیار خوب. آیا لحظه‌ای بوده که فشار مسئولیت باعث شود با خود بگوین که دیگر ادامه نمیتم، اما قبس است؟ والله راستش بگویم کار ما خود زیاد است، مسئولیت ما از حد زیاد است. همین حالم به برنامه شما یک کمی ناوقتر رسیدم. این نظر به مصروفیت شخصی نبود، نظر به مصروفیت وظیفوی بود. کار ما راستی هم زیاد است، ولی هرچی کار زیاد باشه، وقتی که خودت با یک اداره قرارداد امضا میکنی، مسئولیت به دوش میگیری که ما همراهتان هستم و کوشش خود میکنم. ما هم دیگه هرچند کارهای ما زیاد است، ولی بازم ما کارهای خود ادامه میتم و انشالله که هرچند از وسع ما پورا باشه، هیچ از وظیفه‌تان خسته نشدین؟ خود با تیم ملی خود و برای بازیکنان ما در خدمتشان هستم. یعنی هیچگاه خسته نشدین از وظیفه‌تان؟ نه، یکی خستگی فیزیکی است، او را همیشه داشته می باشم، ولی منتالی یا فکرا من خوش هستم که اینجا هستم و در خدمت رسانه ها، چون وظیفه ما بیشتر بر رسانه ها، میدیا و پابلیک ریلیشن، روابط عامه هستند. ما کارهای خود به شکل احسن پیش میبرم. بسیار خوب، بسیار خوب، موفق باشین. کرکت برای میلیون ها افغان فقط ورزش نیست، امید است. برای شما کرکت بیشتر مسئولیت است یا عشق؟ فعلا خود یک جای قرار دارم که برای من مسئولیت است. البته برای یک تعداد بازیکن‌هایی که کرکت را خیلی دوست داره و از کرکت داخلی آغاز میکنه، از کلب لیول، و این عشقش است، این هدفش است که ما بتانم یک روز از تیم ملی در میدان‌های بین‌المللی نمایندگی کنم. دیگه برای اونا عشق است و برای ما فعلا یک مسئولیت است و ما کوشش میکنیم که در عرصه‌ای که ما با بازیکنان روابط داریم با اونا خدمت کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. وقتی تیم ملی پیروز می شود، مردم خوشحال می شوند، اما شما به عنوان سخنگو در آن لحظه بیشتر به چی فکر می کنید؟ مسابقه که است برد و باخت داره و ما لحظات متفاوت را تجربه کردیم. مثلا
بازی کلان را پیروز شدیم، خصوصا در جام جهانی. واقعا جای افتخار و خوشی بود. از خوشی هم اشک از چشمای ما ریخته و یگان وقت ای تو هم شده که مثلا یک بازی را با بسیار نزدیکی تیم آورده ولی در لحظات اخیر از دست داده. در وقت هم شده که ما اشک جگرخونی را ریختیم. بسیار خوب. اگر روز دیگر هیچ مقام رسمی نداشته باشین، دوست دارین مردم افغانستان سید نسیم سادات را با کدام لقب یا جمله یاد کنند؟ والا ما کوشش میکنیم که اما مسئولیتی که بر ما داده شده و هر روز که ما از این مسئولیت میرم ما باید با یک خاتمه خوب داشته باشم. مردم بگه که واقعا وقتی که این نفر دی داره بود تا امو واسش خدمت و کار خود را پیش برده. و قسمی که ما در مورد وظیفه های خود بیشترم گفتم که ما بیشتر در بخش کمیونیکیشن، ارتباطات و در این بخش کار کردیم دیگه. بعد از این مسئولیت فعلی هم ما در این بخش کار خود را ادامه میدهم. بسیار خوب. شهرت و مسئولیت معمولا فاصله میان انسان و زندگی شخصی ایجاد می کند. آیا سید نسیم سادات توانسته میان زندگی شخصی و چهره رسانه‌ای تعادل برقرار کنه؟ بسیار مهم سوال است. راستی هم وقتی که خودت یک وظیفه داشته باشه که مسئولیت بیشتر داشته باشی، بازم در انگلیسی ما میگیم ورک لایف بالانس، متوازنش بسیار مشکل میشه. ولی ما هرچند ما خسته می باشم وقتی که خانه میرسم یگان وقت مسابقات ما تا شب 11-12 بجه ادامه پیدا میکنه. و این قسم هم شده که ما در کشور مسابقه داریم که مثلا اونجا شاید شام باشه ولی اینجا 2 بجه شب باشه. ولی بازم که ما خانه میرم ما کوشش میکنم که با فامیل ما وقت بتیم، چی اولادای ما باشه چی مادرجان و پدرجان ما باشه. در این روزا مثلا ما پیشتر گفتم ما بعد از وظیفه ماستری میرم. بعد از ماستری که من 9 بجه خانه میرسم یک بچگه که ما منتظر می باشه که پدرم برسه که ما در کارخانگی کمک کنه. بسیار خوب. دیگه ما هرچند خسته باشم بازم همراهشان میشینیم. اگر خواب شده باشه او را بیدار میکنیم که بیا اول کارخانگی تا خلاص کنیم. بسیار خوب، تشکر. بیننده های عزیز، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه داریم، دوباره پس برمیگردیم به برنامه. راز، جایی برای ناگفته ها. این برنامه با حمایت شرکت اماراتی اسپینزر برای شما تقدیم می شود. راز، جایی برای ناگفته ها. بازم خوش آمدین بیننده های عزیز. برنامه راز است و امشب سخنگوی کریکت بورد افغانستان را در برنامه با خود داریم. جا دارد صمیمانه سپاسگزاری کنیم از حامی برنامه راز، شرکت اماراتی اسپینزر که تمویل کننده برنامه ماست و حتما شما در جریان برنامه محصولات وطنی را همچنان میبینید. چه خوب است که با استفاده از محصولات وطنی اقتصاد کشور خود را حمایت کنیم. سادات عزیز، در لحظاتی که تمام مردم افغانستان منتظر یک خبر از کریکت هستند، سید نسیم سادات پیش از سخنگو بودن خودش چه احساس را میکند؟ ما هم قبل از اینکه اینجا در موقف رسمی وظیفه به دست بیارم و اینجا کار خود آغاز کنم، ما هم میتونم بگویم یکی از مبصرین کرکت و یکی از فین کرکت بودم و هر مسابقه و هر واکنشی که در قبال کرکت در میدیا می بود ما از بسیار نزدیکی او را تعقیب میکردم و میخواستم همیشه از مسابقات تیم ملی با خبر باشم. از این بر ما بگوین که تا به حال فعلا در موقف که هستین به چند کشور سفر کردین؟ تا فعلا با کشورهای خارجی سفر نکردیم. البته در الحمدلله در داخل کشور خود برای ما هم یک دستاورد بزرگ بود که ما الحمدلله 34 ولایت داریم که ما مطمئن هستم هر افغان همی امیدش است که بتانه در هر گوشه کشور خود بره. مثلا ما بدخشان رفتم، تخار رفتم، مزار رفتم، پکتیا، خوست، نورستان رفتم. اینمی برای ما از سفر خارجی که بهتر است که ما توانستم اقلا امی کشور خود را گوشه گوشه‌اش مردم شریفشان ببینیم. بدون شک. آیا در آینده علاقمند ازی هستند که به یکی از کشورهای خارجی سفر داشته باشند؟
از یا شخصی یا از طرف اداره منظور شما؟ یا شخصی یا از طرف وظیفه تان؟ شخصی ما خوش دارم، ولی فقط به خاطر یک ترینینگ یا تحصیل که باشه، سرتیفیکیشن باشه یا اگر خداوند خواست پی اچ دی باشه خوب است، ولی ما خوش دارم که در کشور خود زندگی کنم. من الحمدلله بسیار خوش هستم. بسیار خوب. از این برای ما بگوین آقای سادات، تیم رسانه‌ای کریکت بورد از چند نفر تشکیل شده است؟ تیم رسانه‌ای کریکت بورد اول باید بگویم که در تیم ما هم ما بخش میدیا داریم و هم بخش مارکتینگ داریم که هر دویشان یک جای کار میکنه. بسیار خوب. تقریبا 15 نفر هستیم. بسیار خوب، بسیار خوب. بخش مارکتینگ میشه کمی روشنایی پرتن چی رقم است؟ شما میبینین که یک تعداد شرکت های مملکت ما در بخش مالی با کریکت بورد حقوقش داره، سپانسر ما هستن. دیگه این کار آسان نیست. دقیقاً. شرکت های بزرگ کشور و نه تنها شرکت های کشور، شرکت های خارجی هم شما در یگان مسابقات بین المللی افغانستان میبینین که ما اونجا در وقتی که سرمنیشان میشه، اگر گراوند براندینگ ببینین اونجا تقریبا 2 3 4 تا 8 تا 10 سپانسر ما داریم. یا را مدیریت کردن یا را تشویق کردن که یا با کرکت در شانه به شانه استاد شوه، کرکت افغانستان را تمویل کنه. این کار آسان هیچ وقت نیست. دیگه بخش مارکتینگ ما در این بخش کار میکنیم. بسیار خوب. در تیم شما چی کسی بیشتر وظیفه خیش را به وجه احسن ادا میکنه؟ تیم ما براتان بگویم کارهای ما بسیار زیاد است و هر نفر مکلف است که کار خود پیش ببره. یعنی هیچ نفر کارش آسان نیست و الحمدلله همگی با خود یک هماهنگی خوب داره و همه کارمندا وظیفه خود را به شکل احسن پیش میبره. بسیار خوب. کرکت افغانستان امروز بیشتر به چی نیاز دارد؟ استعداد یا مدیریت قوی؟ الحمدلله استعداد داریم، ولی این استعداد را ما باید چی کنیم؟ یعنی پیدا کنیم. که برای ما مکلف هستیم که در بخش اساسی کرکت، خدمات کرکت باید کار کنیم که الحمدلله این کار آغاز کردیم. مثلا یک چند مثال براتون میگم. ما پارسال در بدخشان اکادمی کرکت را ساختیم که شخصا برای ما بسیار خوشایند بود، چون هر جوان کشور ما حق داره شوق خود را تعقیب کنه و کرکت مسلکی را اگر علاقه داشته باشه یاد بگیره. در بدخشان اکادمی را جور کردیم، در کاپیسا، در پکتیکا، در دور افتاده ولایت ما در یک تعدادش اکادمی ها را جور کردیم، در یک تعدادش سر میدان کار جریان داره. حالی چون فعلا ما در شمال هستیم، خوب است که ما در مورد بخش شمالشان برای شما و بیننده ها یک کم معلومات بدیم. ما در کندوزی میدان کرکت را از سالها داشتیم. خوب کار برش کم شده بود، ولی در اواخر الحمدلله شما میبینین ما مطمئن هستیم که میدان آمدین. میدان بسیار خوب جور کردیم، اکادمی را برشان وسیع کردیم، یک تعمیر پاویلیون جور کردیم، دریسینگ رومز است، در بالا برای مهمانخانه داره که اگر بازیکنان اینجا باشه در اونجا زندگی کنه. حالی که شما میبینین که اینجا مسابقات لایو زنده هموطنان ما میبینن، نشر میشه و ناپخش میشه از طریق تلویزیون. دیگه یک دستاورد بسیار بزرگ است. نه تنها ما در کندوز، ما پارسال در بغلان یک میدان داشتیم، زمین داشتیم ولی میدان معیاری نداشتیم. الحمدلله اونجا هم کار آغاز کردیم. یک اکادمی، یک میدان، کارهایشان هم تقریبا خلاص شده. فعلا کار چمنشان جریان داره. شما را دعوت میکنیم که یک روز برین بخیر بغلانم. ما هماهنگی میکنیم ببینین که در بغلانم یک میدان و اکادمی معیاری زیر کار است و در نزدیکا آغاز میشه. در نزدیکا با چی استفاده، با کاربرد یا چی بگویم، یعنی میتونه که بازیکنان آماده استفاده میشه. اگر شد انشالله در مراسم افتتاحیه‌شان باز شما را دعوت میکنیم انشالله. و در پاولی بغلان باید بگویم که در مزار شریف هم ما یک میدان داشتیم که چند سال قبل بودجهش تمویلش از طریق یک وزارت بود، بازو بودجهش هم نیمه مانده بود. میبخشید بودجه پروژه نیمه مانده بود. خوشبختانه سال گذشته بخش انجینری کرکت بورد سر امو پروژه نیمه
کار را آغاز کرد که کارایشان تقریبا خلاص شده، اکادمیشان جور شد، میدانشان هوار شد، چهاردیواریشان شده، فعلا او هم کار چمنشان جریان داره و انشالله که این 3 میدان در شمال ما میگم که برای جوانا بسیار کافی هستن. اینا میتونه که از اینجا بخیر با رایهای خود برسه، کرکت مسلکی را آغاز کنه. بسیار خوب. در کل اگر بر ما بگوین در سمت شمال خود 3 میدان است، ولی باز اکادمی ما در بدخشان هم داریم، در بغلان هم داریم. در چند ولایت شما میدان دارید؟ میدان تقریبا ما در حدود 15 الی 18 میدان داریم در تمامی ولایت. بله، باز در 15 میدان یا تقریبا 18 میدان ما اگر بگوییم 5 میدانی داریم که به سطح زون می باشه و در اوجا مسابقات مهم کرکت بورد افغانستان صورت میگیره که یکی از او میدان ها میدان کرکت کندوز است، یکی از اون میدان ها میدان نجیب الله ترک ننگرهار است، یکی از اون میدان ها میدان خوست است، یکی از اون میدان ها میدان کندار است و یکی از اون میدان ها میدان کابل است. شما پیشتر به یک موضوع اشاره کردند که همه استعداد دارند، بالخصوص کسایی که استعداد کرکت را دارند. چگونه باید استعدادها را پیدا کنیم؟ ما تقریبا میدان خوب 18 گفتم، اکادمی ها را بسیار زیاد داریم. یک تعداد اکادمی های خود مربوط کرکت بورد هستند که نیشنل کرکت اکادمی است. یک تعداد اکادمی الحمدلله ما خصوصی بسیار زیاد داریم، تقریبا 8 الی 10 اکادمی ها مثلا در ننگرهار داریم، در خوست داریم، مطمئن هستم در کندوز هم هستند، در بغلان هم نوجور شدن. ما با این اکادمی ها در تماس هستیم. بسیار خوب. بخش کرکت داخلی ما یا را نظارت میکنه یا را تعقیب میکنه و وقتی که ما ورکشاپ های ظرفیت سازی می داشته باشیم در کرکت بورد، ما مربیان این اکادمی ها را هم چانس میتیم، اینا یا امتحان میته و ما کوشش ما است که اینا را باید به شکل پروفشنال ترین کنیم با اصول و مقررات شورای بین المللی کرکت. دیگه ما با اینا مستقیما در تماس هستیم. از همین اکادمی ها بازیکن بار اول میخیزه، اول اینجا میره کرکت به شکل مسلکی 2 سال 3 سال 4 سال یاد میگیره، بعد از او در کرکت رسمی کلب لیول که میگه در او اشتراک میکنه. از کلب لیول یک بازیکن میرن در مسابقات ولایتی و بالاخره از ولایتی به سطح زون ها و از زون ها میایه مسابقات بزرگش پگیزه و مثلا جام ملی 20 اوره که فعلا جریان داره، فرست کلاس لیسته و بالاخره از همین مسابقاتی که بسیار بزرگ مسابقات است و در هر مسابقهشان بازیکنان تیم ملی می باشه. این جوانا را پیدا میکنه به تیم ملی 19 سال، به تیم الف افغانستان و به تیم بازیکنان سینیر افغانستان. بسیار خوب. بینده های عزیز، یک رفت و برگشت خیلی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. راز، جایی برای ناگفته ها. این برنامه با حمایت شرکت اماراتی اسپینزر برای شما تقدیم می شود. راز، جایی برای ناگفته ها. دوباره خوش آمدید بینده های عزیز. اینجا برنامه راز است. تشکر از حامی برنامه ما، تشکر از شرکت اماراتی اسپینزر که این مکان زیبا را در خدمت ما قرار گذاشته. آقای سادات، سخت‌ترین بخش سخنگوی کرکت بورد بودن چیست؟ به نظر ما سخت‌ترین بخش کرکت بورد همی است که امکان داره شو 10 بجه برات زنگ بیایه، شو 11 بجه، صبح 5 بجه، چی از طرف رسانه ها باشه، چی از طرف اداره باشه، چی از طرف یک علاقمند کرکت باشه که یک سوالش در ذهن آباده باشه برات زنگ بزنه که باید شما پاسخ بدین. باید ما پاسخ بدیم. ولی یک چیز ما باید دیگه بگوییم که ما همیشه هرچند ما کوشش میکنیم شو تا وقتی که خواب میشم 11 بجه 12 بجه ما آنلاین می باشم و صبح وقت همی که میخیزم اول دیتای خود روشن میکنم و میبینم که کدام پیام مهم، موضوع مهم از پیشم نمانده باشه. بسیار خوب. والای وظیفه واقعا که سخت است، رسمیات و غیر رسمی اینجا مطرح نیست دیگه. آیا انتقاد رسانه ها بیشتر کمک میکند یا فشار ایجاد میکند؟ والا از ما فوکس و توجه بیشتری ما سر کارهای خود می باشه. رسانه ها را همچون وظیفه ما مربوط رسانه هاست تعقیب میکنیم. خب شما میفهمین که آل خود دور سوشال میدیا است. یکی خود رسانه های تلویزیونی و رادیویی هستن، یکی دور سوشال میدیا است که هر نفر
هر چیز که در علاقهش باشه، در ذهنش باشه، یا از یک نفر شنیده باشه، چی راست باشه چی دروغ باشه، او را در سوشل میدیا پخش میکنه، پست میکنه. دیگه ما تعقیب میکنیم موضوعاتی که مربوط ما باشه و واقعا اونجا یک چیزی باشه که ما اینا را اپدیت کنیم، ما میکنیم. ما در خدمتشان هستیم و ما کوشش میکنیم که چیزی که سوالهای با علاقمندای کرکت هستن اونا را پاسخ بدیم و معلومات برشان بدیم. بسیار خوب. پیروزی های تیم ملی بیشتر نتیجه برنامه ریزی است یا غیرت بازیکنان است؟ ما باید بگوییم هر دویش است. ما برشان خوب برنامه ریزی میکنیم. هر وقت که ما مسابقات بین المللی داشته می باشیم، ما از آغاز سال برشان پلان داشته می باشیم که قبل از این مسابقات بین المللی ما باید تمرینات داشته باشیم. این تمرینات ما باید در چه قسم کندیشن باشه. اگر مثلا ما یک مملکت میریم که اونجا گرمی است، ما باید تمرینات و مسابقات داخلی را در ننگرهار برگزار کنیم. اگر یک جای متفاوت میریم، میشه که ما اینجا امون ابو هوا و کندیشن نظر به ابو هوایی که ما مسابقات بین المللی داریم کوشش میکنیم که در افغانستان هم قسم یک فضا را برایشان فراهم کنیم و اینا آمادگی خود بگیریم. بسیار خوب. یک لحظه در کرکت افغانستان که هرگز فراموش نمی کنید، برای ما بگوین که کدام لحظه است؟ یک لحظه؟ بله. سوال مشکل است. لحظه ای بوده که در کرکت افغانستان که هرگز از یادتان نره و فراموش نکنید؟ در کرکت؟ بله. دقیقاً زیاد لحظات است. مسابقه با استرالیا که داشتیم در جام جهانی پنجاوره، البته پنجاوره بود. بله. اما بازی خو نبود، اما مکسول که یک پایش هم افگار شده بود، بازم هیچ شکست قبول نمیکرد. اما بازی بود و یک تعداد مسابقات دیگری بود. یک مسابقه را ما در جام ملت‌های آسیایی داشتیم که اونجا با بسیار تفاوت کم که اگر کمیونیکیت میشد در وقت با بازیکنان ما میتونستیم که مسابقه را ببریم. یک تعداد مسابقه دیگری ما است که واقعا زیاد ما نمیره. بسیار خوب. اگر امروز یک تغییر فوری بتوانید بیارین چی خواهد بود؟ یک تغییر امروز اگر ما بتوانیم در یک روز بیاریم، یک میدان بین المللی کرکت را میخواهیم که در کابل در یک روز اگر شوه، بسیار خوب. که ما باید هموطنان خود باید بگوییم که خوشبختانه که در همین روزا ما کارهای میدان بین المللی کابل را آغاز میکنیم. در ناحیه 16 کابل زمینش یک سلسله مشکلات داشت و از چند سال گذشته ما در این تلاش داشتیم که مشکلاتشان حل شود. خوشبختانه که مشکلات زمین که مشکلات حقوقی داشت حل شده و در روزهای نزدیک انشالله این مژده را با هموطنان شریک خواهد ساختیم که کارهایشان آغاز شد. بسیار خوب. انشالله. کرکت تا چی اندازه توانست افغانستان را متحد بسازد؟ ایره اگر ما مطمئن هستیم که بیننده های ما کسانی که خصوصا علاقمند کرکت هستند، وقتی که ما در جام جهانی پنجاوره و با در سال بعدی در 2024 جام جهانی 20 مسابقات را بردیم و تا نیمه نهایی جام جهانی رفتیم، ما دیدیم که در شرق کشور، در حوزه جنوب، در حوزه غرب، در هر جای ما دیدیم که هموطنان ما از خانه هایشان برآمده بودند سر سرک و همین پیروزی های تیم ملی را تجلیل میکردند. ما باید براتان بگیم که ما در کرکت بورد بودیم. وقتی که ما این مسابقه را بردیم، یک وقت که میبرایم پیش دروازه کرکت بورد صدها هموطنان ما آمده بودند و میخواستند که همین پیروزی را در پیش دروازه کرکت بورد جشن بگیرند، تجلیل کنند، که برای ما بسیار جالب بود و خوشایند بود و واقعا که لحظه ای بود که همه اقوام شریف کشور ما متحد بودند و این خوشی را با یکی دیگر تجلیل میکرد. بسیار خوب. بیاین یک کم صمیمی شویم جناب سادات صاحب. ما طبق روند برنامه ما یک ورود بسیار کوچک به زندگی شخصی شما نیز می داشته باشیم. سید نسیم سادات در خانه چی نوع شخص است؟ جدی یا شوخ؟ نه، بسیار صمیمی. بسیار خوب. با فرد فامیل بسیار صمیمی. بسیار خوب. هر نفر رو درک میکنم و هر چی خسته باشم، ما نمیخوایم که
خستگی خود را از دفتر به خانه انتقال کنم. در بسیار خانه خوب. بسیار هم تو صمیمی هستم، چی با اولادا، چی با برادر، با والدین. الحمدلله. از ازدواجتان چقدر وقت میشه؟ از ازدواج ما تقریبا 10 سال 11 سال میشه. بسیار خوب. چند فرزند دارین؟ 3 فرزند دارم، 2 بچه 1 دختر. بسیار خوب. بسیار خوب. پدر بودن چی چیزی را در شما تغییر داده؟ مرا زیاد مسئولیت پذیر ساخت. بسیار خوب. بله. بسیار خوب. یعنی ما حالی که از خانه میبرایم کوشش میکنیم که ما زیاد وقت با فامیل بتم و این تشویش می داشته باشیم که مثلا در خانه همگی خوب باشه، بچه دختر دیگه. یعنی شما میفهمین وقتی که مجرد باشین شما میتونین که شوها از خانه بیرون باشین. دقیقاً. وقتی که شما خودتان پدر شوین باز میفهمین که واقعا مسئولیتتان بیشتر میشه. حالا خب بر ما معلوم نمیشه دیگه حال شما. برای ما شما را خاص درک انشالله. کردن نمیتونه. در میان تمام مسئولیت ها چگونه برای خانواده وقت پیدا میکنین؟ والله خب مشکل است، ولی بازم شکر است که ما هفته اقلا 1 روز رخصتی داریم. بسیار. نمو روز ما کوشش میکنیم که کارهای بیرونی را بمانم ترک کنم و با فامیل باشم. بله بله. آیا قبل از اینکه ازدواج کنین عاشق هم شدین؟ نه خیر. هیچ تجربه عاشق شدن نداشتین؟ نه، زندگی ما آنقدر مصروف بود که تجربه را نداشتم. به عشق دیگه هیچ وقت نداشتین؟ نه نداشتم. بسیار خوب. اولین رویایی که در کودکی داشتین چی بود؟ اولین رویایی که در کودکی داشتیم مثل که هر طفل فکر میکنه که مثلا ما که کلان شام یک وظیفه خوب داشته باشم، یک موتورسیکل، یک موتور، هر لیول در سنت که بالا میری یک وقت می باشه که میخوای که بایسیکل داشته باشی. در وقت بایسیکل که میرسی میخوای که موتورسیکل داشته باشی، باز خانه خود داشته باشی، یک وظیفه خوب داشته باشی. این همشان بودن و الحمدلله به شکل تدریجی هر کدامش پوره شده. بسیار خوب. در لحظات خستگی و فشار کاری چی چیز شما را آرامتر می سازد؟ تنها یک جای میرم که گوشه باشه، همونجا قرار میشینم و یک جایی که تنها باشین؟ تنها باشم. بله. جالب است. غذای دلخواهتان چی است؟ چی خوش دارین که بیشتر بخورین؟ یک نیست دیگه، قابلی، کباب، غذاهای دلخواهتان؟ منتو. خب بسیار. الحمدلله در کشور ما بسیار غذایی است که بیشتر باز کدام غذا را خوش دارین؟ بیشتر دیگه چوپان کباب. بسیار خوب. خوب چیز هم است واقعا. بیشتر اهل سفر هستن یا آرامش خانه؟ این خود نیازی وظیفه است که ما وظیفه که فعلی ما دارم، ما مسئولیت ماست که ما باید با ولایت غیر از سفر وظیفه داشته اگر باشیم. و بگوییم. اگر شخصی باشم ما میخوایم که وظیفه داشته باشیم ولی در اون جایی که زندگی میکنیم اونجا باشم. بسیار خوب. آخرین بار که از ته دل خندیدین چی زمانی بود؟ والا قسمی که پیشتر گفتم بسیار صمیمی هستم، چی با فامیل باشه چی با دوستا باشه. مثلا نمیجم امروز که با همکارای خود در اتاق خود بودم در میدان کرکتی کندوز، یگان موضوع خنده‌آور که آمد، من خوب زیاد خنده کردم با همکارای. بسیار خوب. آیا شخص در زندگیتان بوده که مسیر زندگی شما را تغییر داده باشه؟ بله، باید یادآور شم. یکی خوب در قدم اول قسمی که قبلا هم گفتم پدر جانم، در قدم دوم تقریبا 6 دوستای دارم که از دوستای صمیمی ما و همون که در انگلیسی کلوز فرند میگه، که تقریبا 15 سال میشه که با اونا هستم، اونا با ما هستن. واقعا که در کریر ما مشوره های اونها ارزشمند بودن. بسیار خوب. در دوستیتان برکت. با یک کسی که 15 سال دوستی تا به حال دارن واقعا که دوست هستن اونا. دوستان نزدیک شما سید نسیم سادات را چگونه توصیف میکنند؟ بسیار یک خوب سوال کردین. ما خوب یک در انگلیسی یک کوتم است که a friend in need is a friend indeed. دقیقا. بله. خب ما یکی دیگر را بسیار خوب درک کردیم و هر وقت که با یکی دیگر نیاز داشته باشیم ما در پهلوی شانه به شانه ایستاد میشیم. بسیار خوب. بزرگترین ترس شما چی است؟
ترس بله. ما ترس کلان ندارم، ولی همیشه دعا میکنم که والدین ما با ما در پالوی ما باشه و خداوند برشان در زندگیشان برکت داشته باشه. بسیار خوب. وقت تنها هستین بیشتر با چی چیز فکر میکنین؟ برای فعلا، چون برای خود که هر چی قدر میتونستم کار کردم، برای فعلا فوکس ما با آینده اولادای ما هستند که اونا را چه قسم بتانم تا یک جای برسانم و یک زندگی خوب برشان فراهم کنم. بسیار خوب. پشت تمام موفقیت ها و مسئولیت ها سید نسیم سادات هنوز چی آرزوهایی دارد که به آن نرسیده؟ هرچند زندگی دشوار داشتم قبلا که براتان گفتم، ولی ما هرچی هدفی که بر خود تعیین کردیم الحمدلله توانستیم که برشان برسم. بسیار خوب. و در زندگی هر آن چیزی که خواهش ما بود، رویای ما بود، به دست آوردیم. بسیار خوب. کرکت افغانستان را تا 5 سال آینده به کجا میبینید؟ تا 5 سال آینده اداره ما هم گولز داره و ما هم عضو امی اداره هستم. ما کوشش ما ای است که ما یک جام جهانی را داشته باشیم و در پالویشان اگر خداوند خواست و ما کوشش میکنیم که بتانیم یک تیم بین المللی را به کابل دعوت کنیم و ما اینجا به میزبانی تیم ملی ما، به میزبانی کرکت بورد افغانستان با اونا در کابل بازی داشته باشیم. بسیار خوب. با آمدن شما چی چیزی در پوشش رسانه‌ای کرکت تغییر کرد و مثبت شد؟ در موقف ما کسی که پیش از ما وظیفه داشت ما از او خبر نداریم، ولی ما تا حد کوشش کردیم که اطلاعات را به مردم به وقتشان برسانیم. بسیار خوب. رسیدیم به یک بخش برنامه که در اینجا ما سوالات دو گزینه‌ای داریم و شما هم مجبور هستین که یک گزینه را انتخاب کنید. قبل از اینکه این بخش پیش ببریم یک وقفه کوتاه داریم بیننده های عزیز. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره پس برمیگردیم. راز، جایی برای ناگفته ها. این برنامه با حمایت شرکت اماراتی اسپینزر برای شما تقدیم می شود. راز، جایی برای ناگفته ها. بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین. اینجا برنامه راز است و در این برنامه آقای سید نسیم سادات همراه ما هستند. آقای سادات، از میان بازیکنان تیم ملی کی بیشترین رفیقتان است؟ اول ایره بگوین، بعد از او باز میریم به سوالات دو گزینه‌ای. والا ما با همهشان روابط داریم، ولی مسئولیت ما و مسئولیت از اونا آنقدر زیاد است که قسمی که شما گفتین تو رفاقت نزدیکی با هیچ کدامش ندارم، ولی روابط دارم. ولی بازم برای فعلا چون بازیکنایی که زیاد در کشور می باشن و با اونا خوب رفاقت داریم و هم در عید همراهشان در برنامه ها اشتراک میکنیم. بدون از این در مسابقات داخلی ما همراهشان در سفرها می باشیم، در تماس همراهشان می باشیم. دیگه با همگی انشالله صمیمیت و رفاقت داریم. بسیار خوب. شما با تیم ملی بیشتر نزدیک هستید. در میان آنها در فضای رفیقانه کی بسیار شوخ است و کی بسیار جدی است؟ شوخ فضل حق فاروقی شخصیتشان شوخ است. بله شوخ است. توپ انداز سریع ماست، بسیار شخصیت خوب داره و بسیار شوخ است. اکثرا که با بازیکنان می باشه، شاید شما هم در ویدیو دیده باشین که با بازیکنان دیگه بسیار شوخی داشته می باشه. و در جدیت چون ما سفر خارجی همراهشان نداشتیم با یک تعداد بازیکنان مثل محمد نبی و راشد که اکثرا در بیرون می باشه، لیگ ها کرکت لیگ هم در بیرون میکنه و در اینجا هم خانه داره خوشبختانه و بیرون هم جای زندگی میکنه. دیگه برای ما که فکر میکنم محمد نبی یک شخصیت بسیار جدی داره. او هم نظر به خاطر میگم که فعلا در تیم ملی ما سنشان از همه بازیکنان بالاتر است. او را اگر ما دیسکرایب کنم یا در موردشان گپ بزنم، او یک تاریخ کرکت افغانستان است، چون از همون روزهای اول تا به فعلا با تیم است. دیگه همه بازیکنان
احترامشان داره و او نسبتا شخصیت جدی داره. دقیقا با این هم توصیفاتی که محمد نبی دارن شاید همین علتش باشه اکثریت مردم برش پرزیدنت یا رئیس جمهور میگه. بسیار چرا رئیس جمهور میگه برش؟ نقطه خوب را اشاره کردین. کرکت و رئیس جمهور و در یک مسابقه بود که او بازی میکرد و بسیار خوب درخشید. باز یک مبصر جهانی بود که فعلا نامش در ذهن من است. به گمان غالب کیون پیترسن بود، بازیکن سابقه انگلند که سرشان امی لقب پرزیدنت ماند. خب بسیار خوب. کدام رهبری تا هنوز خیلی مؤثر واقع شده است در کرکت؟ در کرکت بله. و من خو از رهبری گذشته معلومات ندارم. در کابل هم منظور نبودم. ما از رو اساس ده. مثلا رئیس عمومی است یا رئیس اجرایی است؟ امیره میگم با رهبری قبلی ما کار نکردیم و رهبری فعلی که است، چه رئیس عمومی باشه چه رئیس اجرایی باشه، هر دویشان در رهبری کرکت بورد هستند و هر دویشان یک جایی امورهای کرکت بورد را پیش میبره و بسیار موفق هستند. بسیار خوب. چون سوالات بیشتر و بیشتر پیدا میشه، بیان که به سوالات دو گزینه‌ای بپردازیم. شما باید یک گزینه را انتخاب کنین آقای کوشش سادات. میکنم. شاید در یگان سوال نتانستم. نه انشالله آسان است، نترسین. تصمیم احساسی یا تصمیم منطقی؟ منطقی. بسیار خوب. شهرت یا آرامش؟ آرامش. کار تیمی یا کار انفرادی؟ تیمی. بسیار خوب. گذشته یا آینده؟ آینده. آینده مهم است دقیقا. صبح زود یا شب دیر؟ باید زود جواب بتن. بسیار مشکل است. صبح زود. بسیار خوب. کتاب یا فیلم؟ کتاب. فیلم هم میبینین؟ فعلا وقت ندارم، یک وقت میدیدم. خب. سفر داخلی یا سفر خارجی؟ سفر داخلی. بسیار خوب. فوتبال یا کرکت؟ هر دویش بسیار دوست دارم. ولی خودم چون بازیکن کرکت بودم، ما کرکت را دوست دارم. کرکت را انتخاب میکنین. قهوه یا چای؟ قهوه. بسیار خوب. مصاحبه با رسانه یا کامنتری بازی کرکت؟ مصاحبه با رسانه، چون فیلد ما فعلا مصاحبه است. بسیار خوب. کامنتری را هم خوش دارین یا نه؟ کامنتری هم همکارای شما شاید شنیده باشه دیده باشه. ما یگان وقت نظر به نیاز و علاقمندی کامنتری هم میکنم. البته کامنتری انگلیسی را. بسیار خوب. راشد خان یا محمد نبی؟ اینم یک سوال اگر بر ما استثنایی اجازه بتونیم ما باید در دویشان انتخاب کنم. نه خیر، در این سوال باید یک گزینه را انتخاب کنین، چون این سوال بسیار مهم است برای ما. هر دویشان افتخار افغانستان هستند و اگر دستاوردهایشان ببینیم هر دویشان بسیار زیاد دستاوردها داره. اگر شما یک بازیکن بسیار سینیر یا با بازیکن جونیور مقایسه ولی یک می‌کردین، گزینه را باید شما انتخاب کنین، چون باید وقت برنامه ما بسیار کم مانده. بسیار ببخشید. نه هر دویشان هستند. مقصد این رقمی من نمیمونه میتون. نه دینم یک جواب مرا. مکس پل یا ویرات کوهلی؟ ویرات کوهلی. خب. رحمان الله گربز یا ابراهیم زدران؟ در T20 فرمت رحمان الله گربز، در لانگ فرمت ابراهیم زدران. خب. بازی در میدان کرکت شارجه یا در یکی از میدانهای استرالیا؟ شارجه، به خاطر که در شارجه میتونیم تماشای افغان را داشته باشیم. بسیار خوب. در اخیر اگر پیام دارن به بینده های ما، به هموطنان ما، مایک کامری ما در خدمت است. در آخر میخوایم با علاقمندان کرکت باید بگوییم که وقتی که تیم ملی ما مسابقات را پیروز میشن، مسابقات را میبرن، ما مطمئن هستیم که شما تجلیل میکنین، جشن میگیرین. در پالویشان از شما خواستیم اینی است که چون مسابقه است هر وقت یک تیم نمیتونه که پیروز باشن. در وقتی که ما مسابقات را میبازیم در اون وقت هم شما باید حمایت بازیکنان تیم ملی را داشته باشین و در پالویشان استاد شوین.
تشکر از شما بیننده های عزیز تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین. تا که با برنامه های بعدی در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم، شما را به خداوند بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار. راز، جایی برای ناگفته ها.